سلام، امید هستم و با یک ویدیو دیگه از آموزش سری مولتی پروسسینگ در خدمت شما دوستان هستیم. توی این قسمت می‌خوایم در مورد یک سری قوانین و شرط و شروط‌های حالا این ماژول بپردازیم و حالا یک سری ملاحظاتی که اگر انجام بشه بهتره تا اینکه انجامشون ندیم. بریم ببینیم این مسائل چیا هست. خب بریم دوباره سراغ داکیومنتیشن ماژول مولتی پروسسینگ و همینطور که مثلا شروع کنیم به خوندن بیایم پایین حالا شروع میکنه در مورد پروسس توضیح میده، یه مثال واسش میزنه و حالا نتایجش نشون میده. انتهای این حالا تاپیک میرسیم به یک جایی که نوشته که اگه میخوای بدونی چرا من دارم از این استفاده میکنم، یه سر بیا توی پروگرامینگ گایدلاینز. خب اینا یه سری راهنمایی هایی هستش که اومدن نوشتن که ما حواسمون باشه که اونا رو رعایت کنیم. روش کلیک میکنیم میاد حالا توی قسمتی و یه سری صحبت میکنه. خب اولین چیزی که میاد در موردش صحبت میکنه، حالا در مورد شرد استیت خیلی هنوز بحثشو باز نکردم، ولی یک توصیه که کرده گفته که avoid shifting large amounts of data between processes. میگه تعداد یعنی حجم دیتای عظیم بین پروسس ها جابجا نکن. حالا میگه که خیلی خوبه که از کیو ها، پایپ ها برای ارتباط بین پروسس ها استفاده کنین، به جای اینکه بیاین از حالا یه سری به اصطلاحاً شرد استیت های سطح پایین استفاده کنین، چون مولتی پروسسینگ یک کتابخونه های لول برای استفاده از پروسس ها و حالا انتقال دیتا بینشون. شما میتونین ولی چیز کنین، یک سری هکا انجام بدین و از یه سری فانکشن های لو لول هم استفاده کنین. مثلا یه پکیج دیگه هست concurrent.future. این پکیج خیلی دیگه های لول برای استفاده از پروسس ترید و کلا دو سه تا دستور هم مثلا بیشتر نداره. با همونا مثلا کارتون رو میتونین انجام بدید. ولی خب خود پایتون چند دسته پکیج فراهم کرده برای استفاده از این قابلیت ها. حالا این اولیش این بود که مثلا دیتای زیادی جابجا نکنین، حواستون باشه از چی استفاده میکنین و از لو لول ها هم اگر متخصص نیستین استفاده نکنین. مسئله بعدی که بهش پرداخته گفته که پیکیبیلیتی داشته باشه، یعنی اون دیتای شما قابل پیکل شدن باشه. حالا توی پروسس چیا باید پیکل بشن؟ آرگوماناتون یکی از اون دیتاهایی هستش که نیاز داره پیکل بشه برای اینکه فرستاده بشه داخل پروسس. یعنی من اون مثالی که توی قسمت قبل زدم و arg1 رو پاس دادم داخل تابم از طریق حالا پروسس، اون باید بتونه پیکل بشه. اگر نتونه به پیکل تبدیل بشه ارسال نمیشه، چون پایتون برای اینکه انتقال دیتا انجام بده بین پروسس ها اونو باید سریالایز کنه. روش سریالایز کردن دیتا توی پایتون پیکله. حالا شاید تو همین مولتی پروسسینگ داشته باشیم یا یه سری ترد پارتی های دیگه که از سریالیزیشن های مختلف بتونن استفاده کنن، ولی دیفالت فعلا روی پیکل هستش. یکی اون آرگومان ها و یکی دیتایی که از پراکسی ها عبور میکنه. پراکسی ها همین شرد استیت ها هستن. پراکسی میشه اون اشاره دهنده به اون شرد استیت که از طریق پراکسی ما با اونها در ارتباط هستیم. مورد بعدی ترد سیفتی آف پراکسیزه.
حالا نوشته که do not use a proxy object from more than one thread unless you protect it with a lock. میگه یه پراکسی داری بیشتر از یه ترد اون پراکسی استفاده نشه. اگر قرار استفاده کنی از لاک استفاده کن. توی مبحث تریدینگ یک قسمتی بود که در مورد لاک من داشتم صحبت میکردم و میگفتم که لاک رو میذاریم برای اینکه یک پدیده به اسم ریس کاندیشن به وجود نیاد. حالا اون گیل خودش جلوی ریس کاندیشن رو میگیره، ولی یه مثال زدن گفتن اگه مثلا یک پک میخواین اپند کنین به لیستتون، اگر شما چیز رو نذارین، این لاک رو نذارین، ممکنه به صورت یکی در میون یا قاطی هم دوتا ترد این پک ها رو به هم اضافه کنه. پس برای اینکه این شلختگی به وجود نیاد اومدیم لاک کردیم، گفتیم اول هر کدوم که زودتر میرسه رزروش میکنه، کارش انجام میده، از لاک خارجش میکنه، اون یکی ترد دیگه رزروش میکنه، کارش انجام میده، خارج میشه. حالا اینجا هم همین طور توضیح میدیم. میگه اگه توی میگه این پراکسی ها رو حالا دارین استفاده میکنین، توی چند تا ترد استفاده اگر میکنین از لاک استفاده کنین، چون این پراکسی انگار داره همون کار رفرنس ها رو انجام میده و باید مدیریت بشه. یعنی اینطوری نباشه که به یه استیتی برسه که دو تا پروسس همزمان حالا با چند تا ترد یه دفعه به یک چی میگن آبجکت دسترسی پیدا کنن. حالا پایین هم گفته there is never a problem with different processes using the same proxy. پروسس های مختلف اگه به پراکسی دسترسی داشته باشن مشکل نداره، فقط بحثشون رو ترد ها بود. اینو خودم تا حالا تست نکردم ببینم حالا دقیقاً منظورش چیه، ولی فکر می‌کنم یک چنین چیزی رو داره میرسونه. مورد بعدی نوشته joining zombie processes، همون بحث حالا پروسس ها رو جوین کنیمه. نوشته که توی یونیکس وقتی یه پروسس تموم میشه اگه جوین نشه تبدیل به زامبی میشه. ولی میگه که حالا این شاید موزلی نباشه، چون یه دونه پروسس دیگه اجرا بشه، اونایی که کامپلیت شدن و جوین نشدن جوین میشن. و حالا گفته ایز الای هم اگه شما صدا بزنید جوین میشه، ولی گفته بهتره که بیاین جوین کنین پروسس ها رو. مورد بعدی یک مسئله که اینجا هست، شما به 3 روش توی پایتون مثلا دیفالت میتونین پروسس باز کنین: اسپان، فورک سرور. و اتفاقی که میفته حالا توی یونیکس هر ستای اینا رو شما دارین، یعنی به هر روشی بخواین میتونین پروسس باز کنین. توی ویندوز فکر میکنم فقط اسپان رو دارین و توی مک اسپان و فورک رو دارین. حالا اینجا حالا حرفی که زده گفته که اگر از اسپان و فورک سرور استفاده میکنین خیلی چیزا نیازه که پیلبل باشه تا چایلد پروسس ها بتونن استفادهشون کنن. حالا بحث اینه که این فورک و اسپان رو بعداً جلوتر توضیح میدم، اینو فعلا داشته باشین، یعنی به عنوان یک متد و توصیه اینو داشته باشین که من حالا جلوتر باز بگم که فورک و فورک سرور اسپان چی هستش که تا اینو بهتر متوجه بشین. حالا تو ادامهش گفته که به هر حال بهتره که اجتناب بشه از این که شما مثلا دیتاتون رو از طریق یه شیرد آبجکتی از این پروسس بفرستین اون پروسس، حالا اونم حالا پایپ یا کیوه. میگه بجاش یه طوری اینو بچینین، این کد رو یه طوری بچینین که وقتی چایلد پروسس شما باز شد اون شیرد استیت رو یا شیرد ریسورس رو اینهریت، یعنی انگار به ارث ببره از مین پروسس شما. اینو حالا خودم نمیدونم چجوری باید مثال فنیشو بزنم تا
یه بار به مشکل بخوره یه بار به مشکل نخوره، چون من جفتش رو استفاده کردم و به مشکلی نخوردم. حالا اشاره هم نکرده چه مشکلی هست. خب مورد بعدی که در موردش من توضیح داده، گفته از ترمینیت کردن پروسس رو دوری کنیم. حالا علتش چیه که پروسس رو ترمینیت نکنیم؟ خب ترمینیت یه حالت اجباری داره، یعنی پروسس داره کارش انجام میده، ما به زور اونو مثلا بگیم کیلش میکنیم، انگار بدون اینکه بهش اجازه کار بیشتری رو بدیم میگیم تمام کن دیگه کارت، حذف شد. اتفاقی که میفته اینه که اگر ما داخل اون پروسس یه سری شیرد استیتا داشته باشیم، یک شیرد مموری داشته باشیم، لاک داشته باشیم، یک سری حالا پایپ و کیو اونجور آبجکت ها رو داشته باشیم، اینا ممکنه از بین برن، اینا ممکنه عملکردشون مختل بشه و یا اصلا یه اتفاق واسهشون بیفته و این روی پروسس های دیگه که دارن از اون استفاده میکنن تأثیر میتونه داشته باشه و کلیت برنامه به مشکل بخوره. برای همین میگه پیشنهاد میکنه که میخوای پروسس رو ترمینیت کنی، حواست باشه که اون تو چیزی استفاده نشده باشه از این شیرد استیت ها. توی مورد بعدی نوشته که joining processes that use queues. میگه اگر توی پروسسی از یک کیوی دارین استفاده میکنین، حالا اون پروسس رو میخواین جوین کنین، اتفاقی که میفته اگر داخل اون کیو دیتایی وجود داشته باشه، این میتونه ددلاک ایجاد کنه. یعنی چی؟ این پایین یه مثالی زده، گفته که من یک تابع دارم که حالا یک کیو میگیره و داخل اون کیو یک مقداری رو پوت میکنه. اینا رو حالا اگر چون من توضیح ندادم کیو چی هست و مثلا حالا چه متد هایی داره، چطوری کار میکنه که خودم خیلی نمیدونم، ولی در کل همینطوری فعلا بپذیریم تا بعدا سراغ جزئیاتش بریم. میگه شما میای چیکار میکنی؟ یک دونه کیو به این تابع میدی و بهش میگی که یه مقداری داخل این پوت کن. توی مینتون شما یه دونه چیز دارین، کیو دارین، کیو ساختین، یعنی به این پروسس میدین و استارت میکنین. تو مرحله بعد میایین جوین رو انجام میدین. اتفاقی که میفته چون داخل این کیو یه دیتای پوت شده و خالی نشده از داخل کیو، چون کیو مولتی پروسسینگ یعنی این چیزی که هست داخلش که دیتا قرار میگیره، از اون طرف یه چیزی باید گت کنه تا این دیتا پاک بشه، یعنی خارج بشه از اون کیو. و اینجا داره میگه تا زمانی که این دیتا داخل اون کیو قرار گرفته شما نمیتونی این پروسس رو جوین کنی. اول کیوت رو خالی کن، کیو بسته شه و بعد پروسس جوین بشه. برای همین اینجا نوشته که اگر شما جوین کنید ددلاک به وجود میاد و گفته راه درستش اینه که بیای دو تا خط آخر رو جاشو با هم عوض کنی، یعنی جوین رو بیاری پایین، گت رو ببری بالا. اول گت کنه بعد جوین کنه، یا اینکه اصلا جوین رو حذف کنه. خب مورد بعدی میگه explicitly pass resources to child processes. خب منظورش چیه؟ میگه توی یونیکس اگر از فورک استارت متد بیای استفاده کنی، چون اون پروسسی که باز میشه چایلد پروسست میتونه شیرد ریسورس هایی که توی فضای گلوبال وجود داره رو استفاده کنه، ولی بهتره که اونا رو به صورت آرگومان پاس بدی به اون چایلد پروسس. حالا اینجا چون دیگه خیلی به صورت مستقیم فورک رو داره مثال میزنه و ازش استفاده میکنه، بریم سراغ این که ببینیم مثلا این فورک و اسپان و فورک سرور چی هستن. داخل همین داکیومنت بریم یکم بالاتر، یه قسمتی هست به اسم Context and Start Methods. خب نوشته depending on the platform مولتی پروسسینگ به 3 روش یک پروسس رو شروع میکنه.
که حالا یکیش استارت هست، یکیش فورک هست و یکیش هم فورک سرور. چقدر بد شد. توی اسپان اتفاقی که میفته میگه the parent process start a fresh Python interpreter process. یعنی اون قسمتی که شما میزنین multi processing dot process و بعد process رو استارت میکنین، یک دونه مفسر حالا فرش یعنی تازه پایتون باز میکنه برای شما و اون مفسر میاد نگاه میکنه ببینه به چه چیزهایی اون تابع نیاز اونا رو ایمپورت میکنه و برای کار نوشته the child process will only inherit those resources necessary to run the process objects run method. میگه فقط اون چیزایی که نیاز داره پروسس رو انگار اینهریت میکنه، چیز اضافه تری رو اینهریت نمیکنه. بعد گفته حالا unnecessary file descriptors and handles from the parent process will not be inherited. Starting a process using this method is rather slow compared to using fork or forks. میگه استارت کردن پروسس به روش اسپان کنده تره چون یه پروسس جدید میاد بالا، یک این environment جدید باز میکنه، اینترپرتر جدید باز میکنه، هر چی جدیدن نیازه رو ایمپورت میکنه یا استفاده میکنه و اضافات رو میذاره کنار. بعد میگه این متد روی یونیکس و ویندوز هست و به صورت دیفالت روی ویندوز و مک داره استفاده میشه. روی یونیکس داره فورک به صورت دیفالت اجرا میشه. و حالا نوشته اینجا که the parent توی قسمت فورک نوشته the parent process uses os.fork to fork the Python interpreter. میگه خب از این os.fork داره استفاده میکنیم. من داره os.fork رو به صورت خام استفاده نکردم، چجوری استفاده میکنم. The child process when it begins is effectively identical to the parent process. Identical. فکر میکنم منظورش اینه که وقتی پروسس شروع میشه از لحاظ حالا هویتی که منظورش میگه اون با پرنت پروسسش یکیه تقریبا. تمام ریسورس های توی پرنتش رو به ارث میبره، حتی چیزایی که به دردش نمیخوره و خب همین باعث میشه این مقدار سریعتر بشه نسبت به اسپان. بعد حالا گفته که note that safely forking a multi-threaded process is problematic. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه دونه پروسس داری که داخلش یه سری ترد وجود داره و توی اون پروسس پدر پرنت والد یه دونه چایلد پروسس از طریق فورک ایجاد کنی، اون ترد ها هم جزئی از چیز دیگه، جزئی از اون ریسورس های اون مین پروسس تو. میگه توی چنین حالتی ممکنه مشکل ساز باشه. تا حالا بهش بر نخوردم، نمیدونم منظور از مشکل ساز بودن چیه. و میگه که فقط روی یونیکس این قابلیت استفاده میشه و دیفالت هم هست. فورک سرور واقعیت خودم درست نفهمیدم و مثل اینکه خیلی خاص تره. میگه به زمانی که از فورک سرور استفاده میکنین یه سرور پروسس استارت میشه و از الان به بعد اگر شما به یک پروسس جدید نیاز داشته باشین، اون پرنت پروسس شما میاد به اون سرور وصل میشه و ازش درخواست میکنه یک پروسس بهم بده و خب اینجوری پروسس جدید باز میکنه. این سینگل تردده و امنه برای اینکه شما بتونید روی os.fork استفاده کنید. خب چیز بود دیگه، بالا گفته بود که تو قبلی تو فورک گفته بود که تو مولتی ترد ممکنه داستان باشه، ولی اینجا چون حتما سینگل ترده میگه که مشکل ایجاد نمیکنه. No unnecessary resources are inherited. منظور دقیقا از این جمله چیه؟ میگه منابع غیر ضروری هم به ارث برده نمیشن. فقط روی یونیکس قابل استفاده است
حالا قسمت دومشون نمیدونم منظورش چیه که passing file descriptors over Unix pipes. خب بریم ادامه اون لیستی که داشتیم میخوندیم. خب این رو عبور میکنیم. آها چی بود اینجا؟ result to child process. آها گفته بود از آرگومان استفاده کنین اگر حالا دارین از اون لاک مثلا نگاه کنین اینجا یه دونه تابه تعریف کرده، تابه رو داده به پروسس استارت کرده، ولی میگه خب بهتره که و تو این تابه از این لاک داره استفاده میشه، لاک رو هم اینجا تعریف کرده. میگه ولی بهتره که بیاین چیکار کنین این لاک رو به عنوان یه آرگومانی بدین به این پروسستون به جای اینکه بسپرین به خود متد پروسس تا اونو اینهریت کنه از فضای مفسرتون. خب این مورد رو نمیدونم، یه مقدار خیلی تخصصی تره، کاری بهش نداریم، عبور میکنیم. یه بحثی بود که حالا این بحث سوم همون بحث مین مساوی با نیم چرا باید از اون استفاده کرد اینجا گفته. یعنی ما اون ابتدای کار رفتیم ببینیم این چی بوده، اینجا داره میگه. ولی قبل از اون دو تا مورد دیگه داره که یه موردش اینه که همون بحثی که قبلش داشت این بود که میگه آرگومنت تو پیک لول باشه و تو قسمت دومش میگه که وقتی یه چایلد پروسس باز میکنه این چایلد پروسس سعی داره دسترسی داشته باشه به گلوبال وریبل. بعد میگه اگر هم دسترسی داشته باشه مقدارش با اون مقداری که توی پرنت پروسس هست ممکنه فرق داشته باشه بعد از زمانی که استارت اتفاق میفته. همون مثالی که واسهتون زدم و نتایجش رو دیدیم. و میگه حالا وریبلایی که ماژول توی حالا لول ماژول باشن هیچ موردی نداره استفاده داخل پروسس یا توی پرنت پروسس اتفاق خاصی نمیفته. Safe importing of main module این یه مقدار بحثش عجیبه. توی این مورد میاد میگه که حواست باشه که مین ماژول تو به صورت امنی ایمپورت بشه توسط یک مفسر پایتون بدون اینکه ساید افکتی ایجاد بشه. حالا یکی از این ساید افکت ها اینه که تو بیای یه دونه نیو پروسس باز کنی اون وسط، یعنی داره هنوز برنامه حالا اینو میگم مثلا شاید مثلا خودم 40% رو فهمیدم قبلا، دقیقاً هنوز متوجه نشدم منظورش از این چیه، ولی طبق متنی که نوشته و یه تجربه‌ای که داشتم اینه که تو مثلا میذاری پایتون مین دات پای یا پایتون فلان دات پای برنامه رو اجرا میکنی و این مفسر تو اول خب میاد ماژولا رو آماده میکنه، میاد جمع میکنه مثلا فضای پروژه رو هر چی نیاز داره رو آماده میکنه، بعد میره تو اون ایف کلاس تو که نمیشه نیم مساوی با مین و اون اجرا میشه. میگه این پروسس اجرا کردن تو اون وضعیت قبل از آن استیبل نیار، تو اون وضعیت آن استیبل مفسر تو نیار، چون اونجا حالا یه سری کارهایی داره میکنه که ما نمیدونیم و وقتی اون کارها تموم شد پروسس رو بیا استارت کن. حالا میگه اگه توی مثلا مود اسپان باشی یا فور سرور باشی باعث ران تایم ارور میشه این چنین کدی، یعنی همینطور بیا یه تابه تعریف کنی بعدش بیای پروسس باز کنی و استارتش. میگه ولی بهتره که بیای
از یه انتری پوینتی استفاده کنی که حالا توی پایتون نیم مساوی با مین هست. این فریز هم حالا اینجا آورده ولی خب گفته میتونی حذفش کنی، کاری نداریم. و میگه که حالا توی این حالت انگار اجازه میدیم به پایتون که به صورت حالا سیف یا همون امن بیاد ماژولا رو ایمپورت کنه و بعد بیاد اون فوی تو رو، تابع تو رو اجرا کنه. خب دیگه حالا یه سری مثال زده و این هم از این. خب این یه توضیحات این بود در مورد حالا بحث قوانین و مقررات یا مستحبات استفاده از ماژول مولتی پروسسینگ. فکر می‌کنم هنوز یه سری چیزای دیگه هم هستش که حالا صرفا تو اون لیست نیورده ولی فکر میکنم باز هم باشه، شاید نباشه. و حالا اگه جای دیگه هم باشه اشاره میکنم بهش توی حالا ویدیوهای بعدی. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. نظر، انتقاد، پیشنهادی داشتین بیان کنین. اگر جایی از ویدیو اشتباه کردم یا توضیحات تکمیل تری دارین که اون مبحث رو کامل تر میکنه، خیلی خوشحال میشم که با من در میون بذارین. و تا یک ویدیوی دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدار.